3 راه تقویت ابروها مخصوصا برای کسایی که تازه کاشت کردن که سومیش از همه مهمتره. مورد اول تغذیه. مواد غذایی خونساز مثل گوشت، جگر، مرغ، ماهی، آجیل‌ها و همچنین مکمل‌های آهن، زینک و ویتامین‌های گروه B از 2 هفته بعد از کاشت تا 2 ماه ضروری هستند، چون که هر قدر که خونرسانی به ابروهاتون بیشتر نشه، پیاز مو تقویت و رشدش افزایش پیدا میکنه. مورد دوم مزوتراپی هست. کوکتل‌های مزو حاوی مواد معدنی، اسید آمینوهای ضروری و همچنین ویتامین‌ها هستند که ممکنه با تغذیه به بدنتون نرسن. تزریق دوره‌ای این کوکتل‌ها باعث رشد چشمگیر توی تار ابروهاتون و همچنین پرپشتی اونا میشه. مورد سوم استفاده از سرم تقویت ابروی سریتا است. این سرم تقویت ابرو حاوی روغن کرچک، آرگان، ویتامین‌های گروه ای و امگا هست که همگی باعث رویش مجدد ابروها و پرپشتی اونا میشن. فقط باید اجرای معتبر تهیه بشه که فیک نباشه که نتیجه عکس بهتون بده. سرش هم حالت یه قلتکی داره که میتونین روزی 2 بار در جهت رویش ابروهاتون بکشین. کپشن رو حتما بخونین، منو هم فالو کنین که آموزش‌های بیشتر رو بهتون بدم.